عزیز باری دیگر درود میفرستم به همه اونهایی که این لحظه ها ما رو در پخش مستقیم تماشا دارن. یک خبری فوری داریم به همه شما بینندگان. همین حالا وزارت تندرستی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که در این کشور 15 حالت گرفتاری به ویروس کووید 19 ثبت شده است. از این حالت 10 عدد در خوجند در ولایت سوخت و 5 حالت دیگر در شهر دوشنبه است. در این باره امروز در جلسه فوری استودی جمهوری اوید به پیشگیری بیماری کووید 19 در دوشنبه اعلان شده است و این جلسه هنوز ادامه دارد. در این جلسه باز چه ها گفته شده است ما در برنامه خبری تفصیلاتش را برای شما خواهیم گفت. باید گویم که تو این دم تاجیکستان میگفت که یگان حالت گرفتاری به ویروس کووید 19 در کشور ثبت نشده است، اما با این وجود بعضی از تدبیرها در این رابطه اندیشیده شده بودند. از جمله دیروز بازارهای لباس فروشی در شهر دوشنبه بسته شدند و همچنین در خوجند و در ولایت سوخت بعضی از دیگر تدبیرهای محدود کننده و اینکه کرانتینی روی دست گرفته شده اند. شما میتوانید تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و همچنین ما را منتظر باشید. نشر برنامه خبری رو که بعد از 40 دقیقه دیگر تقدیم شما می شود و شما میتونید تفصیلات اعلان اولین حالتهای گرفتاری به ویروس کرونا در تاجیکستان رو بشنوید. ما شما رو منتظریم. خدا نگهدارتان.